سلام و احترام، وقتتان بخیر. به مجله صبح خوش آمدید. نگرانی ها از آلودگی هوای شهر کابل، دلایل چیست و راه حل کدام است؟ مطیع‌الحق خالص، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در یک نشست خبری گفته است که با فرارسیدن فصل سرما، آب و هوای پایتخت به ویژه شبانگام 84% آلوده شده است. سرپرست این اداره افزوده است که عامل این آلودگی عدم آگاهی کافی شهروندان درباره بکارگیری از مواد سوختی و اقتصاد ضعیف آنان میباشد. مطیع‌الحق خالص همچنان گفته است که زنان و کودکان بیشتر از دیگران از تغییرات اقلیمی متضرر میشوند و جهان نباید موضوعات تغییرات اقلیمی را که موضوع بشری است به سیاست ربط بدهند. و اما پرسش ها این است که دلایل عمده آلودگی آب و هوای کابل در فصل زمستان چیست؟ دنیا چگونه میتواند افغانستان را در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی همکاری کند؟ من احمد شاپور الهی هستم. شما را به مجله صبح دعوت میکنم برای بحث بیشتر پیرامون این موضوع و موضوعات مرتبط دیگر. محترم سید محمد سلیمانخیل، آگاه محیط زیست و تغییرات اقلیمی را اینجا در مجله صبح با خود داریم. آقای سلیمانخیل بسیار خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. سلیمانخیل صاحب، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست، با یک جسارت کاملا بی‌نظیر اینا اعتراف میکنند که آب و هوای شهر کابل خصوصا از طرف شب 84% آلوده شده است. میخوایم بدانیم دلایل عمده آلودگی هوای کابل چی است؟ خب بسیار تشکر. واقعا همین قسم است. شما وقتی که در مواقع شام بیرون از خانه بیرون شوین واقعا حس میکنین که آلودگی هوا به چه سطح رسیده. با اساس گزارشات بیرون بدون از ارقامی که دولت ارائه کرده، شاخص بین‌المللی کیفیت هوای جهانی که یک شرکت سوئیسی است که حتی ساعتوار برای مردم، برای جهانیان را ارائه میکنه، او را که من گزارش شدیدم تا 250 غلظت ذرات معلق در هوا در شهر کابل که قطر ذرات به 2.5 میکرون میرسه که میتونه مستقیما به ریه ها بره بدون از اینکه توسط بینی فیلتر شود. بنان سطح آلودگی هوای کابل واقعا آلوده شده و بسیار زیاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی و صحی را به مردم خلق کرده. در همین سطح 84% هست؟ دقیقاً ما فکر میکنم که از این که ممکن بیشتر باشه، چون وقتی که ما میگیم تا 250 غلظت ذرات معلق تا 250 است، به این معنی که برای تمام گروه های افراد این هوا ناسالم گفته میشه. مثلا شما ببینید تا 100 اگر باشه، آدمایی که صحت خوب دارن میتونه که گشت و گذار داشته باشه. اگر تا 150 میشه برای اشخاص سالمند، کودکان توصیه میشه که در خانه بمانند و اگر تا 250 میشه به شدت آلوده است و به تمام حتی موجودات زنده میتونیم بگوییم که توصیه باید شود که در خانه یا در جایی که زندگی میکنن بمانند، چون این هوا یعنی از سطح قابل کنترل نیست که مثلا توسط بینی یا توسط ماسک که بتونیم ما کنترل کنیم. مستقیما این میتونه توسط چشم هم داخل چشمای ما شوا سوزش پیدا کنه، مشکلات زیاد وجود بیاره. میان این راه و عوامل بسیار زیاد داره. روی عواملش میریم سلیمانخیل صاحب. در فیصدی که در گزارش آمد از 84%، مردم چگونه میتونه با همچو آب و هوای خود را وفق به زندگی بکنن؟ خب یک موضوع را باید بگویم که واضح شود که تنها افغانستان هم نیست که مثلا هوایشان آلوده است. مثلا کشورهای همسایه ایران، پاکستان، هند، این کشورهای نزدیک ما بسیار زیاد آلوده تر از افغانستان است. اما این به این معنی نیست که اونا آلوده هستن و ما به اندازه کم هستیم و بالاخره چیز نکنیم و بشینیم. در این حالات ما میتونیم که یگان راهکارهای کوتاه مدت به خاطر خصوصا افراد میتونه که به خاطر نگه داشتن خود و خانواده و فرزندان خود در نظر بگیرن. مثلا اصلا اجازه نیست که اینا در این موقعی که سطح آلودگی در شهر بالاست
امو کلکینا یا اورسیای در یعنی دروازه خانه خود باز بمونن تا اینکه تبدیل هوا تهویه شود. بنان این میتونه که باید ما با وضاحت بگوییم که اساس تحقیقات آلودگی داخل خانه به مراتب کشنده تر از آلودگی بیرون از خانه است، چون وقتی که آلودگی داخل خانه شود این میتونه که بسیار مشکلات تنفسی رو به اطفال و کسانی که بسیار سیستم ایمنیشون بسیار ضعیف است برسانه. بنان وقتی که آلودگی حواس آقای بیرون اجازه ندن که داخل خانه شوند. در صورتی که نیاز نیست اولا بیرون نرم، در صورتی که باز بسیار نیازی مبرم است و باید بیرون از خانه شوند بدون ماسک اینا بیرون نرن. و در حین حال کسانی که فعالیت‌های ورزشی دارن اجازه نیست که این رقم هوا اینا برن بیرون و فعالیت‌های ورزشی بپردازن. افراد سالمند و طفلان اصلا اجازه ندارند که بیرون از خانه در این موقع وقت که سطح آلودگی بالاست بیرون شوند. این مواردی است که افراد به خاطر اینکه بتونن فرزندان خود، خانواده خود و خود در این موقعی که سطح آلودگی بالاست حفظ کنن و صحتمندی خود را متوجه داشته باشن در مد نظر بگیرن تا اینکه صحتمند بمانند. درست گفتین که در همچون هوا کلکینای داخل اتاق‌ها باز باشه یا بسته؟ نه خیر، همچون آلاتی که سطح آلودگی بالاست، خصوصا مثلا در شهر کابل که در مواقع شام یا مواقعی که ساعت‌های 6 یا 6:30 که سطح آلودگی به شدت بالا می باشه، در این مواقع اینا کوشش نکنن که کلکینای خود را باز نگه دارن، چون آلودگی بیرون کلکینا بسته بمانه. دقیقاً کلکینا بسته بمانه تا اینکه آلودگی بیرون داخل خانه نشه. داخل خانه وقتی که میشه این اموج میمونه تا وقتی که این به صورت یا که ما خودمون رو دور نسازیم به یک نوع این میمونه و این بسیار کشنده تر از هوایی است که ما در بیرون تنفس میکنیم. بنان توصیه میشه که خود و خانواده خود به هر نحوی که میشه از به حد توان خود از این هوا دور نگه داشته باشن تا اینکه صحتمند بمانند. درست. سلیمان خیل صاحب، بین روی علل و عوامل افزایش آلودگی شهر کابل بگوین چی چیز باعث شده است که شهر کابل پایتخت کشور با این حجمش یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا به شمار بره و قرار اعتراف مقامات اداره ملی حفاظت از محیط زیست آلودگیش بالاتر از 84% بالا بره؟ خب عوامل نه چندان زیاد هم نداره اما بسیار عوامل عمده دارن. مثلا شما ببینید که به اساس تحقیقاتی که ما جستجو کردیم و دیدیم و خواندیم بیش از 50% از عوامل آلودگی خود این مردم هستند که در خانه های خود از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنن. اون سوخت فسیلی به این معنی نیست که مستقیما ما سر زغال فکر کنیم یا زغال سنگ فکر کنیم. زیاد خانواده است که به خاطر اقتصاد ضعیف مستقیما اینا از تایر پلاستیک و حتی مبلین سوخته که بعد از اینکه از موتورها اخراج بیرون میشه او را اینا استفاده میکنن به خاطر گرم کردن خانه های خود. مثلا این 50% نقش عمده در آلودگی شهر کابل داره. همین رقم وسایل نقلیه کهنه و فرسوده است که در کابل مثلا ترافیک کابل اعلان کرد که تا نزدیک به 1 میلیون موتور روزانه در شهر کابل تردد میکنن، از ولایت‌های مختلف میآیند داخل کابل که از این موتورها دودهای ناقص میسوزانند. مثلا تیل‌های نفت یا گازی که این موتورها استفاده میکنن اینا ناقص هستند و همچنان یک مقدار زیاد از یا فرسوده هستند، باعث میشه که تا 30% آلودگی شهر کابل اینا عاملش باشن. در حین حال آلودگی‌های سیار است، مثلا رستوران‌ها و بعضی رستوران‌ها است، بعضی از آلودگی‌های سیار است که مثلا فکر کنید شما یک کراچی یک دستفروشی است که اونا بعضی چیزا را میسوزونن در حین حال که یک خرید فروش میکنن. این آلودگی سیار هم تا 10% نقش خود داره. این مسائلی است که در حین حال یک مسئله دیگر هم که باید فراموش نکنیم، مسئله تغییر اقلیم هم یک اندازه غیر مستقیم یا مستقیم برش بگوییم رول داشته. بنان وقتی که قبلا آلودگی کم بود چون به شکل طبیعی توسط برف و باران آلودگی ها دور میشد، یعنی به طبیعت به سراغ این مشکل ما میرسید و مستقیما آلودگی هوا را توسط باریدن باران یا برف از بین میرفت. این تمامش دست به دست هم داده و باعث افزایش سطح آلودگی هوا شهر کابل شده. درست. و مواد سوختی و امیدم گفتین که معمولا از طرف طبقه ضعیف و که اقتصادشان چندان خوب نیست استفاده میشه. پس طبقه فقیر و غریب کشور ما همین قسم که زندگی خودشان با معیارهای امروزی برابر نیست، در آلودگی آب و هوا هم نقش دارند. دقیقاً. تنها او طبقه نمیتونیم که مستقیما روی او طبقه زیاد موضوع را
سر از او ملامتی را به اصطلاح بندازیم. چون ببینید تقریبا بیش از 8000 به اساس راپورهای سال قبل 2-3 سال پیش تا 8 تا 10,000 بلند منزل ها در شهر کابل فیلتر نداشتن. یعنی به اصطلاح میتونیم بگیم که تا 20% تا 30% از بلند منزل ها فیلتر نداشتن. وقتی که اینا مرکز گرمی روشن میکردن مستقیما نمو دودهای زغال سنگ به هوا میرفت. در حین حال امامات زیاد بود، داشتهایی که خشت میپزند ایام زیاد نقش برجسته داشتن در آلودگی هوا و مدیریت ضعیف پلاستیک و یا ای که کثافات که این باعث میشد که در بعضی مواقع مردم ایره بسوزانه و باعث افزایش آلودگی شود. این یک نوع ربط با یک دیگه خود دارن و یک مسئله که بسیار ما شخصا متوجه شدیم متمرکز بودن شهر کابل است. شما ببینید که در هر طرف از شهر کابل زندگی کنین، اما مستقیما ما شهر همی 4 اطراف دیوانان به اصطلاح همی شهری که شهر سابق کابل بود امیر گفته میشه، یعنی از هر طرف کابل مستقیما مردم میان به جمع میشن. شهر متمرکز ما داریم که باید این خودش سبب آلودگی میشه، یعنی تمام مردم از هر ولایت، از هر جای، از هر منطقه که کار داشته باشن مستقیما به یک منطقه جمع میشن. و شما اگر ببینید که غلظت ذرات معلق به منطقه شهر به شدت بالاتر از تمام مناطق کابل است، چون این شهر است و تمام مردم اینجا جمع میشه. اگه این مشکل حل شه به نظر من این میتونه که یک اقدام خوب به خاطر کاهش آلودگی باشه. در اطراف کابل خصوصا ولسوالیایی که ارتفاعات بلندتر دارن غلظت هوا به این پیمانه نیست که شما گفتید. دقیقاً هم به این پیمانه نیست و مسئله جغرافیایی هم در شهر کابل است. ببینید شهر اطراف کابل کوه‌ها احاطه کرده یا تپه‌های احاطه کرده که بعضی وقت سبب امو باد میشه که به شکل طبیعی بیایه و امی دود و یا که امی آلودگی را به شکل طبیعی فروکش کنه یا که دور کنه که متاسفانه او بسیار کم اتفاق میفته. بعض روزا ببینید شما هوا خوب میباشه بنابراین که یک باد طبیعی است که دود از اونجا انتقال میده، اما ای که ولسوالیا خوب است چون اونا سطح ساحه بسیار هموار داره، پوشش نباتیشان خوب است و زیاد غیر متمرکز هستند و در حین حال نفوذ زیاد متراکم است و خاطر می آلودگی پایین دست میشه. بسیار تشکر. بینندگان نهایت گرامی، یک میان برنامه کوتاه. بله، دوباره خوش آمدید. ادامه مجله صبح است. عنوان امروز مجله صبح نگرانی ها از آلودگی شهر کابل، دلایل چیست و راه حل کدام است. مهمان امروز مجله صبح سید محمد سلیمان خیل، آگاه محیط زیست و تغییرات اقلیمی هستند. آقای سلیمان خیل، گفتین که یکی از عوامل آلودگی هوای شهر کابل تاثیر تغییرات اقلیمی در سطح دنیا و منطقه است. چالش‌هایی که ناشی از تغییرات اقلیمی در کشور از کدام است؟ خب چالش‌های زیاد تغییرات اقلیمی واقعا به ما خلق کرده و ما به شکل روزافزون نزدیک به فجایعی هستیم که تغییرات اقلیمی به ما به وجود آورده در حالی که دخیل هم نیستیم. گذشته از موضوع که ما بگیم یا که جامعه ملل میگه که افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از ناحیه تغییر اقلیم است، زیاد مشکلات دیگه هم داریم. مثلا به اساس گزارش‌ها افغانستان در میان کشورهای قرار گرفته که به شدت در معرض بیابان زدایی قرار داره، یعنی به شکل بیابان میشه، به اصطلاح خشکسالی زیاد از اینجا. در حین حال چند وقت پیش هم خود دولت در حین حال یکی از گزارش‌های بین‌المللی به نام کاربون بریف اعلان کرد که افغانستان بیش از 100 نوع گونه حیات خود را در حالت شدید انقراض قرار داره، یعنی از بین میره گونه های حیات زو. طالب‌های ما دیگه یک مکان مناسب به خاطر پرندگان مهاجر نیست، چون طالب‌های ما خشک شده. بنان خشک شدن طالب‌ها و همچنان از هدف مدیریت ضعیف آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی باعث شده که زیادتر ما آب‌های سطحی و زیرزمینی خود از دست بدیم و شدیداً به خشکسالی پیش بریم. در حین حال نوسانات در اقلیم باعث سیلاب‌های آنی که ما هر روز شاهد هستیم و اگر به اساس گزارش‌ها می‌بینیم سالانه تا 400 میلیون دلار ما فقط از ناحیه سیلاب ضرر می‌بینیم. در حین حال خود دولت پارسال اعلام کرد که ما 2 میلیارد دلار سالانه
از ناحیه خشکسالی آسیب میبینیم، چون زمینا خشک میشه و بالاخره مردم عموم منابع معیشتی را از دست میده و باعث مهاجرت میشه و در نتیجه یک اقتصاد دولت از بین میبره. در حین حال فعلا که هم موافقت به این ارقام که هم دولت به این موافقت است و هم جامعه بین الملل و مؤسسات بین المللی که بیشتر از 20 میلیون از نفوس ما مسئولیت غذایی نداره و زیادتر از هم که است به اطفال ما بیش از 2 یا 3 میلیون اطفال ما سوی تغذیه شدید مواجه هستند. این تمامش ربط بسیار مستقیم با مسئله تغییرات اقلیمی داره. بنان این پیامدهایی است که ما میبینیم و این ارقامی است که تمام کشورهای که در این مورد قطع افغانستان در تماس هستند و میبینن نظاره‌گر هستند و هم دولت و هم مؤسسات و تمام مردم میبینن که این ارقامی است که بالاخره از تغییرات اقلیمی به وجود آمده و این ارقامی نیست که ما پنهان کنیم. درست. سلیمان خیل، در گزارشی که از مهمانانی که در کنفرانس صحبت میکرد، در کنفرانسی که به مناسبت مبارزه با تغییرات اقلیمی دایر شده بود، گفته بودند که نبود زیربنای کافی و دستگاه پیشرفته در کشور هم یکی از معضلاتی است که آلودگی آب و هوای کابل را افزایش داده است. مثلا نبود زیربنای کافی چی چیز است؟ دستگاه پیشرفته مگر در اختیار حکومت امارت اسلامی و اداره مبارزه با تغییرات اقلیمی نیست؟ خب بسیار یک موضوع خوب اشاره کردن اینا. واقعا ما به مشکلات دیتا و ارقامی که بتونه مقدار غلظت آلودگی هوا را به دقیق بر ما ارائه کنه نداریم. مثلا دمی اواخر که چند استیشن‌های سنجش هوا در 4 اطراف کابل بود و نمی‌فهم که حالا چطور فعالیت خود پیش میبرند، چون اونا یک نوع نگهداری و در حین حال محافظت تکنیکی از باید ضرور است که باید شود. فعلا ما زیاد دقیق از اون معلومات ندارم، اما واقعا که ما دیتا نداریم. شرکت CVC که کیفیت هوای جهانی را هم ساله اعلان میکنن، ما دیروز دیدم که یک راپور منتشر کرد از تمام دنیا که آلوده ترین کشورها و پاکترین کشورها در او شامل بود. متاسفانه افغانستان در میان کشورهایی بود که دیتا نداشت، یعنی بر از او معلوم نیست، به اصطلاح گفته میتونیم که بر دنیا بر جهان معلوم نیست که افغانستان آیا از آلودگی هوا داره یا نداره، چون دیتای ما نداریم که به سطح ملی و بین المللی ارائه کنیم که سطح آلودگی هوا در این شهر ما اینقدر است، به این شهر ما مثلا سالم است، به این شهر ما ناسالم است، غلظت ما چقدر است، غلظت قطر ذرات معلق چقدر است، منابعش از کجاست. این ما اگر بتونیم به سطح شهر کابل که حداقل قناعت مردم 4 ناحیه را حاصل کرده بتونیم، به سطح ملی که بر شهرهای افغانستان و خود کل شهر کابل ما نتونستیم، واقعا معنی زیربناست که ما نتونستیم در سرمایه گذاری کنیم یا اینکه ایجاد کنیم این مراکزی را که دقیقه به دقیقه یا ساعت به ساعت اما مقدار غلظت آلودگی هوا را و پیامدهای زیرا در حین حال راهکارها را به خاطر مبارزه توصیه به خاطر مردم که چی کنند در حین وقت نداریم و نداشتیم. واقعا این یک موضوعی است که قابل نگرانی است. و این دیتا وقتی مشخص میشه که ما دستگاهش داشته باشیم. دقیقاً دستگاهش داریم، اما به او اندازه‌ای که من قبلا گفتم که بتونه تمام آلودگی تمام شهر کابل، شهرهای بزرگ افغانستان خصوصا بر ما ارائه کنه و قابل قبول سازمان‌های بین‌المللی باشه تا اینکه اونا نشر کنه و یک نوع دادخواهی شود که واقعا افغانستان آلوده است. ما دیتا نداریم برای جهان بگیم که ما چه آلوده هستیم یا نیست. و اشارهشان به نبود زیربنای کافی، منظورشان چی است؟ خب زیربنای کافی به این معنی وقتی ببینید شما بیش از 80% یا که با صراحت گفته میتونیم تا 90% از تمام بلند منزلایی که در شهر کابل است عایق‌سازی نشده. اینا 70% انرژی زیاد به خاطر گرم کردن خانه‌های خود استفاده میکنن. در کشورها رقم نیست. شما میتونید با یک چیزی بسیار یک انرژی بسیار کم میتونید خانه را گرم بسازید، اما در افغانستان رقم نیست. بسیار انرژی زیاد ضرورت داره که این اتاق‌ها گرم شود. این خودش یک زیربنا
ماست. وقتی که گرم نشه یا ای که ما نتونیم خود گرم، مجبور میشیم با سوختهای فسیلی بریم و سوختهای فسیلی زیاد استفاده کنیم. در حین حال ما مثلا برق خوب نداریم، پرچاوی برق به شدت در زمستان بالاست. این خودش یک زیربناست که وقتی که برق باشه مردم از انرژی فسیلی یا که از منابع فسیلی چرا استفاده کنن؟ برق 24 ساعته باشه، گازی که ما بتونیم پایپلاین باشه یا که پایپ کشی باشه در تمام کشورهای دیگه که مثلا در کابل مثلا گاز باشه، مردم نمیخواد بره از تایر پلاستیک به خاطر پخت و پز استفاده، مستقیم از گازی که نل کشی شده توسط دولت یا که مثلا از نفت که بسیار ارزان باشه میتونیم که از گرچند نفت هم یک سوخت فسیلی است، اما شدت آلودگی را به این اندازه نمیبره که مثلا ما تایر پلاستیک بسوزانیم یا زغال سنگ بسوزانیم. این زیربنایی است که ما نداریم و باعث شده که سطح آلودگی را بالا ببره. آقای سلیمان خیل، در صحبت‌های آقای مطیع‌الحق خالص آمده بود که عدم آگاهی کافی شهروندان درباره بکارگیری از مواد سوختی و اقتصاد ضعیف آنان را یکی از عوامل آلودگی آب و هوای کابل قلمداد کرده بودند. فکر می‌کنین که فقر و مشکلات اقتصادی چگونه در آلودگی هوای شهر کابل نقش داره؟ دقیقاً فقر و مشکلات اقتصادی مستقیما نقش برجسته داره. من قبلا اشاره داشتم که تمام کسانی که سوختهای فسیلی استفاده میکنن و چی در برالمنزل زندگی میکنن یا چی در خانه هایی که خامه و خانه های دستساز خودشان است زندگی میکنن، اینا باعث شده که 40% تا 50% از عوامل آلودگی شهر کابل باشن. سوخت زغال سنگ که خود امارت اسلامی هم شهرداری کابل دیروز توزیعش را به قیمت پایین آغاز کرد. مردم هم از بازار آزاد هم میخرن زغال سنگی که از خود معادن کشور استخراج میشه، از جمله مواد فسیلی به شمار میره. دقیقاً زغال سنگ یکی از مواد عمده فسیلی است که ما برش میتونیم که بگوییم این یکی از عاملی است که باعث به شدت سبب آلودگی هوا میشه. این خودش یک موضوع نگرانی و پرسش برانگیز است. در یک طرف مثلا شاروالی کابل به شدت در حال لیلام یا به اصطلاح با قیمت مناسب با شهروندان زغال سنگ میفروشند، بعد دیگه طرف اداره ملی حفاظت از محیط زیست داد از سطح آلودگی به سر بلند میکنن. خب اینا بیچاره فکر کنم مجبور هستند، چون توازن بین ای که ما بتونیم کشور خود اقتصاد خود نگه داریم و محیط زیست خود نگه داریم، این یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است که در حین حال ما اردو را باید پیش ببریم. اگر زغال سنگ نتیم به مردم، بالاخره اونا مستقیما میرن از تایر پلاستیک استفاده میکنن. اگر زغال سنگ برشون بتیم بازم این باعث آلودگی شهر کابل میشه. دیگه بنان این یک مشکل دوامدار است و در کدام مدت ما متاسفانه نمیتونیم که راه حل برای داشته باشیم. چگونه میشه؟ سلیمان خیل، خب زغال سنگی که از مواد ضروری اولیه خانواده ها خصوصا در فصل سرما و زمستان هم برای گرم کردن و تسخین خانواده ها، خانه ها، تعمیرها و هم برای بعضی جاها مثلا به خاطر مواد سوخت استفاده میکنن، حمام ها، بعضی هتل ها. و از طرف دیگه همین زغال سنگ باعث آلودگی هوای شهر کابل شده است. چگونه میشه که این دو معضل را برش راه حل جستجو کرد؟ خب ما قبل اشاره کردم که متاسفانه در کوتاه مدت که ما یک هفته یا یک ماه یا در همین زمستان ما بتونیم یک کار کنیم که تمام آلودگی پایین شوه یعنی کم شوه و بالاخره یک هوای خوب داشته باشیم در جریان زمستان، ما نمیتونیم. با استثنای از اینکه خود طبیعت دست به کار شوه، برف و باران زیاد بباره و نگذاره که می آلودگی زیاد شوه و توسط دور شوه که او هم باز مشکل ساز به ما میشه که باران‌های اسیدی به ما جور میشه. مستقیما روی هر نبات، روی هر درختی که باران اسیدی که در او آلودگی را که خود پایین میاره ممکن بر از او خطرناک باشه. اما در دراز مدت بعضی از پلان‌ها و استراتژی‌ها مثلا ما میتونیم داشته باشیم. مثلا روی پوشش سبز نباتی زیاد باید کار شود. شما ببینید در کل کابل شاید 4 یا 5 پارکی که در اوج یک اندازه درخت زیاد است داریم. با در نظر داشته که ما هر فرد باید 15 متر مربع ساحه سبز در اختیار خود داشته باشه. یعنی یک چیز طبیعی است. ببینید 7 میلیون نفوس و ما 4 دانه پارک یا 5 دانه پارک داریم که این نمیتونه که به شکل طبیعی ذرات معلق جذب کنه. در حین حال عایق سازی است که اساسای میره رواج کنه و بالاخره دولت یک پالیسی جور کنه که دیگه هر کسی آپارتمان بلند منزل جور میکنه عایق سازی کنه، گرچند مصارفش یک اندازه بالا از خامه پایداریش بسیار خوب از بازار آینده ما اینقدر مشکل به خاطر گرم کردن خانه های ما نخواهد داشتیم. سازی گفتین. دقیقاً. عایق سازی یعنی چی؟
خب آپارتمان‌ها این انجینرها بهتر میفهمن، قسم اینا جور میکنن، از مواد قسم استفاده میکنن که این کمتر به انرژی ضرورت داشته باشه وقتی که ما اینا گرم میسازیم و انرژی رو به ذات وقت میتونه که بر ما حفظ کنه یعنی خانه‌ای که داشت زندگی میکنیم. در صورتی که آله که فعلا جور میکنن اینا فقط میشه که خانه ها ساده میشه و رنگ میشه روغن میشه و زیاد چیز نمیکنن. و یک مسئله دیگه ای که یعنی ما خودم زیاد فکر میکنم که اگر شهر کابل از متمرکز بودن به غیر متمرکز بودن تبدیل شود، مطمئنا که این یک نقش برجسته در کاهش آلودگی توسعه پیدا کنه. مثلا ببینید تمام وزارت‌ها در شهر کابل است، یعنی هر فرد مجبور است که بیاید به شهر کابل یک دفعه چکر بزنه ببینه که باعث آلودگی میشه. سفارتخانه هاست، مؤسسات است، تمامش تو یک نوع مخلوط شدن. این که به یک جای مشخص منتقل شوه و شهر دیگه بالاخره به این نشه که ماندهی که از شهر است و بالاخره دی افغانان شهر است، نمی شهر است. نه، شهر کابل که ما میگیم دیگه متمرکز به یک جای نباشه، یعنی گسترش پیدا کنه، این خودش میتونه که کاهش آلودگی را به خاطر اینکه تردد دوزات میباشه کاهش بسیار تشکر. خیلی ممنون. بینندگان احترامی، پوزم یک میان برنامه کوتاه. بله، بازم خوش آمدید. اینجا در استودیو با ما سید محمد سلیمان خیل، آگاه محیط زیست و تغییرات اقلیمی هستند. موضوع امروز مجله صبح نگرانی ها از آلودگی هوای شهر کابل، دلایل چیست و راه حل کدام است؟ آقای سلیمان خیل، همچنان در صحبت‌های مهمانانی که در این مجلس صحبت میکردن همراه با مطیع الحق خالص، اونا میگفتن کشورهای بزرگ صنعتی که باعث آلودگی و تغییرات اقلیم در سطح جهان شدین، لازم است به کشورهایی که متضرر هستند، خصوصا او تعداد کشورهایی که در آلودگی و در تغییرات اقلیمی نقش ندارند خسارت بپردازند. آیا ممکن است، عملی هست که کشورهای بزرگ و کشورهایی که متضرر هستند از تغییرات اقلیمی خسارت بپردازند؟ بسیار خوب، یک موضوع بسیار خوب است که واقعا باید ما سر از زیاد صحبت کنیم. افغانستان واقعا متضرر است و این به تمام جهانیان هویدا شده و دیدن که افغانستان اما ساله به یک نوع از تغییرات اقلیمی متضرر میشه. اما ای که چند هفته پیش کاپ 29 در آذربایجان بود، تمام متمرکز صحبت‌ها سرمی بود که باید کمک‌های مالی به کشورهای آسیب پذیر شود، خصوصا اون کشورهایی که ظرفیت تکنیکی و مالی ندارند و دخیل در گازهای گلخانه‌ای یا در مجموع گرم شدن زمین نیستند. دقیقاً اینال صحبتی است که این از طریق یک مکانیزمی که برای کشورها پول داده میشه، یعنی مثلا درست است که ما متضرر هستیم، باید امی قابلیت‌ها را در خود کمی افزایش بدیم، کمی رشد بدیم که مثلا چطور به صندوق سبز یا صندوقی که به خاطر مبارزه یا مقابله با تغییرات اقلیمی است ما پروپوزال یا ما ارائه مشکل خود برشان پیش کنیم تا اینکه اونا به ما فند بدن. و در عین حال مسائل ای است که کادرها، کسانی که در بخش تغییرات اقلیمی و مسائل مبارزه با چالش‌های طبیعی در افغانستان از استفاده شود، که اگر در صورتی که استفاده نشود و ما نتونیم که خوب این مشکل خود بیان کنیم، در او وقت باز جهانیان هم نمیشنوه. ببینید تنها ما کشور آسیب پذیر از این ناحیه نیستیم، بیش از 10 الی 20 کشوری است که مثل افغانستان به شدت از این ناحیه آسیب میبینه. اما تفاوت چی است که اونا کوشش دارن که به نحو این مشکل کلان جلوه بدن، به نحو این مشکل به ضرر خود جلوه بدن تا ای که اونو منابع را جذب کنن. این مستقیم منابع بسیار کم اختصاص خواهد پیدا کرد با در نظر داشت ازی که زیاد مسئله سیاسی را ربط دادن و حال تا ای که دولت به رسمیت شناخته نشود، این بیخی به ما مشکل ساز خواهد بود. بنان ضرور است که ما امی توازن در نظر بگیریم و از هر راهی که میشه به این منابع دسترسی پیدا کنیم. درست حق ماست. گفتید که افغانستان باید نخست یک پروپوزال از مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی تهیه بکنه، برای این صندوق ارائه بکنه. گفتین که افغانستان حکومت فعلی باید این لیاقت‌ها را در خود بروز بده. این لیاقت‌ها چی است؟ این پروپوزال چگونه تهیه میشه؟
خب پروپوزال مقصد می است که یعنی تمام مشکلاتی که ما دیدیم ایره با یک نحو برسانن که واقعا مردم باورشان بیاید و اون پولی که مختص به کشورهای آسیب پذیر است براشان برسانه. این چی از مجراهای سیاسی میشه و چی از مجراهای تکنیکی و مسلکی میشه، این باید براشان رسانده شود. و کسانی که ما قبلا اشاره داشتیم، کسانی که در این بخش هستند در افغانستان فعلا، به استثنای کسانی که رفتن از افغانستان در جریان تحولات سیاسی، او به استثنای از کسانی که در اینجا هستند از همین استفاده شود، اونمی مشکل گشایی شود که مشکل چی است و بعد از او ای به جهانیان ارائه شود. میتونه که دولت دادخواهی خود بیشتر کنه، چون اگه احیانا ما دادخواهی انجام ندیم و این مشکل خود با کشورها و با تمام دنیا را مطرح نکنیم، در اون وقت باز ما دیگه منزوی میشیم و دیگه به این مشکل ما رسیدگی نمیتونه. مثلا اگر به موقع ما عمل نکنیم، میگه علاج واقع قبل از وقوع، قبل از اینکه دیگه سیلاب بیاید، قبل از اینکه خشکسالی تشدید پیدا کنه یا گرم شدن هوا باعث کاهش محصولات زراعتی شود، ما باید این امیال وقایع بگیریم. این امیال باید ما بتونیم خود بسیج بسازیم، صدای خود منسجم بسازیم و تمام متخصصین، تمام کسانی که در رأس مدیریت سازمان‌های دولتی به خاطر مبارزه با تغییرات اقلیمی است یک جای نکنیم. این مشکل بیشتر میشه و باعث میشه که بحران بشری تشدید پیدا کنه. درست. و دولت فعلی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست چقدر توانسته است از آدرس افغانستان به خاطر مبارزه با آلودگی هوا و مبارزه با تغییرات اقلیمی دادخواهی بکنن؟ خب دادخواهی به نظر من انجام دادن، تا اندازه انجام دادن. واقعا یعنی مسئله ای است که دوباره صحبت به می برمیگرده که جهان متاسفانه باز ایرا یک نوع سیاسی ساخته و تمام موضوعات تکنیکی و مالی را به می معطل ساخته که دولت ما به رسمیت بشناسیم یا یک نوع با دولت سازش داشته باشیم. بنابر او باز از طریق مؤسسات بین المللی و از طریق یک مکانیزم‌های خاص ما منابع را بفرستیم. اما ایره باید بگوییم که واقعا دولت کوشش داره که دادخواهی‌های خود انجام بده و در جریان دادخواهی‌های خود اینا اندازه موفق هم بودن، چون امی رفتن افغانستان به کاپ 29 گرچند به صفت یک ناظر بود، اما نشان دهنده یک تعهد خاص به خاطر مقابله با تغییرات اقلیمی است. گر پیش از این یک نوع ما که می‌دیدیم یک نوع پروپاگاندا بود که مثلا دولت فعلی متحد به مبارزه با تغییرات اقلیمی نیست و یک نوع اینا این مسئله را عقیدتی فکر میکنن، در حالی که این برعکس بود. این رقم نبود. اینا رفتن به مردم، به جهانیان فهماندن که این مسئله عقیدتی نیست. شما تغییرات اقلیمی را بالای ما آوردین، ما خساره میپردازیم، حال بر ما غرامت بپردازین. بنان ما فکر میکنم تا اندازه پیش رفتن و نیاز است که دیگه باید ما در این بخش دادخواهی انجام بدیم. درست. آقای سلیمان خیل، اداره ملی حفاظت از محیط زیست امارت اسلامی در رأس این اداره آقای مطیع الحق خالص حضور دارند. چقدر ظرفیت‌های مبارزه با آلودگی هوا در سطح کابل و سطح کشور را اینا دارا هستند؟ آیا از امکانات لازم برخوردار هستند تا در این راستا مبارزه بکنند؟ خب یک مسئله است که در صورتی که ما یک مقدار یا یک کمی از همین ظرفیت‌ها به خاطر کاهش آلودگی هوا داشته باشیم، بازم نمیتونیم که در کوتاه مدت ما آلودگی هوا را کاهش بدیم، یعنی کم بسازیم. من میبینم که اداره ملی حفاظت از محیط زیست خوشبختانه روزانه اینا تفتش از حماما، از دوش‌های خشت، از بلند منزلا به خاطر فعال بودن فیلترشان، همین رقم نظارت از آلودگی‌های سیار، حتی از رستوران‌هایی که به خاطر پخت و پز کوره‌های آتش خود بیرون ماندن، از این روزانه اینا تفتش میکنن. اما شما ببینید که این مشکل بسیار بزرگ مشکل است. این با تفتش کردن و یا اینکه سنجش مقدار غلظت هوا با دور نشر کردن از طریق رسانه‌ها حل نمیشه. این مشکل یک مشکل طولانی است و نیاز به یک استراتژی بلند مدتی که حداقل 5 سال یا 6 سال آینده ما بتونیم این مشکل حل کنیم موفق خواهد بودیم. و فقط یگانه راهش این است که ما به مردم فعلا که هستن توصیه کنیم سطح آگاهی عمومی را بالا ببریم که چطور خود حفظ کنن و دیگه مستقیما به سوخت‌های فسیلی و یا یک چیزایی که باعث کاهش افزایش آلودگی میشه نشود. و یک موضوع دیگه که فراموش ما نشود، دولت در کوتاه مدت کوشش شد که امی پرچاوی‌های برق دور بسازه.
قیمت های نفت و گاز ثابت نگه داره، خصوصا در زمستان. مثلا من اگر برم به جای تایر پلاستیک 1 کیلو گاز بگیرم بخرم و گاز 1 کیلو گاز به 70 80 الی 100 افغانی است که یک کسی که عاید روزانیش بسیار پایین است نمیتونه اون استفاده کنه. این میتونه که یک نوع کمک باشه که اگر نفت و گاز و تیل و همچنان برق در زمستان به شکل خوب و به شکل قابل دسترس اقتصادی باشه، مردم یک اندازه از این استفاده خواهد کرد. درست. آقای سلیمان خیل، به عنوان آخرین پرسش میخوایم بحث جمع بکنیم. سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفتن که عدم آگاهی شهروندان هم یکی از علل عوامل آلودگی هوای شهر کابل است. از تقاضاشان از رسانه‌های محترم کشور این بود تا در این راستا آگاهی دهی بکنن. تلویزیون ها، رادیو ها، مجلات چگونه میتونن در افزایش سطح آگاهی مردم کمک بکنن؟ خب بسیار یک موضوع بسیار خوب است. واقعا وقتی که در رسانه یک موضوع یاد میشه در تمام افغانستان ای دیده میشه و شنیده میشه و این یک تاثیر بسیار مستقیم داره. شما ببینید وقتی که یک نفر یا یک فرد آگاه نباشه، به نظر ما او مسئول هم نیست. ما یک نفر وقتی مسئول میتونیم داشته باشیم یا مسئولیت برش بتیم پیش از او رو باید آگاه بسازیم. این حال زیادتر مردم در شهر کابل ممکن آگاه نباشن که کدام عوامل باعث آلودگی میشه. رسانه با دعوت نمودن متخصصین، کسانی که در این بخش کار کردن، کارشناسان، متضررین، مقامات دولتی، کسانی که سنجش هوا میکنن، ایره بخواین برنامه‌های جور کنن که مثلا کمدی باشه، برنامه‌هایی که بتونه به یک نحو به اطفال، به بزرگسالان، به تمام دلچسب باشه تا اینکه هم یک چیز بیاموزن و هم به یک نحو اینا مستقیما سرگرم با تلویزیون و با رسانه باشن که سطح آگاهیشون بالا بره. بسیار تشکر از حضورتان. خیلی ممنون. خیلی باشید. سپاس فراوان و امتنان از حضور آقای سید محمد سلیمان خیل، آگاه امور زیست و تغییرات اقلیمی که اینجا در استودیو تشریف داشتند. تشکر از شما همشان که تا این دم بیننده مجله صبح بودید و اوقاتتان خوش.